مصاحبه با گو یا همون گاوها. زرنگشون منم. گا میخوره چونمونه. چرا چشات خماره؟ اگه برای یه قطره شیرو پسونه تو هم میمالیدن خمار بود. الان مشکل تو چیه دقیقا؟ مشکلی ندارم ولی کیرم تو رفیق نامر. اوی باز دوباره شب شد و من شقدق گرفتم. میگم یه ریزه توف نداری بدی بهم؟ دهن خودم خشکه. یه توف بده یه جدید. توف کیر خر بچه تو دیگه گویدی ما آره از بحشری هستی. بگی بخواب. یه توفیه ها. شم برم ناموسن تو چون منم میذاری. بیا همون کجا میری من جقی هم چون نمیکنم که. شهرونده عزیزی نه حال برای چی کندی؟ میخوام بکنمش تو چونم. هم چیز غیر ممکنه، هم چیزی محاله. اصلا چون خودم میخوام توش خیار بکارم. من شنیدم چون که خودت نی بعد دست بیل فرو کنی، نه که چون خودت باشه توش نهال بکاری. اصلا میخوام بکنم این زمین زراعتی. به تو چه؟ حروم زاده منو پشت پا میکنه. کی بهتر از تو؟ کی بهترینی؟ عروسک سخنگو تو بچگی بهش میگفتم مسیب. قصه ناز داره، لذت پرواز داره. شیطان رجیم دور شو من دیگه جق نمیزنم. در جوانی تا توانی منت کس را نکش. دور شو آبی تو تنم نمونده. دست خود را حلقه کن بر قامتی کیرت بکش. الان کیرم در میارم میششم رود. قصون نانات کسننه خودت. آقای ترام تو را به ناموس داشت وا بکن تو بایدن بیاد بشینه. 50 خبرنگار اینجا کسخل خودت پیه. چی اینجاش نفهمیدم. میگم 50 خبرنگار اینجا دارم میگن ترام کسخله. به خبرنگارا بگین که ترام کسخل نی، کیرش دیوونه. این هم سال من ننم گویده شده که بایدن بیاد سر جای من بشینه. بایدنشه ها. بایدن هم باید بیاد روی بشینه. 50 تا ماشین راست کردن زوزکش دارن میان ننمونه بگن. اونا تانکن اونم لولهشونه کی راست کرده؟ مادر جنده من از همه وحشی‌ترم. من هیتلرم. من هرچی میگم درسته. تا 15 دقیقه دیگه دشمن اینجا یه گروه زنایی با همون میزنه. باره کیرم تو کاست زنت. من نمیدم. چکرم آرزا بفهم کافی. کیرم تو کاست خار کافی. وای ننم چطور شد؟ ننم گویده شد. این همه عرق خوردیم آخ نگفتیم. اما موقعی اسکیت خارکسر خریدیم فقط استخون چناقی کونمون نشکسته. فردا میریم دکه فقط. مهدی چرا مواد ریخته بدبخت؟ نگه پوزت که چطور شدی؟ جق ننمه گویده روزی 3 وعده میزنم. ای چشو هم ای کیو هم سونه داره ده نمیرم اصلا کور شدم. جات سبز دیشه و زید هلک برداشتیم بردیم خونه. نگاه به همین صورت تق داشتم تو لمبه میزدم کیه و همسای پایینی اومد بالا درک واکیرم تو چشام نگاه کرد گفت دست خوش. کمر کاکاتم خود تیران نیازه آب ما که نیمد. حالا ما موندیم میخواد چطور بشه. رفتیم دانشگاه کسی بشیم کسی شدیم مری خودم. قدم کست خول شده که داری با قورباغه حرف میزنی. موقع برای رئال مادرید یه ضربه سوپر واکنش بوفون رو می‌بینیم. حالا بوفون رو در این قسمت میخوان خلوگیر کنن. میده چپ میده راست بلندش میکنه برای کیری. کاکام کیری کیرم گسخاتون. خوش نده شما گزارشگری مردک. نگاه چیکار کرد؟ چی کار که چه گوی خورد کسکش خود فهمش وایساده کیرم تو دنج عصبیم کسکش گل زد. نشسته بودیم توی جمعی بچه ها فاز زدن گفتن جن هزار کنیم. جن هزار کردن جنو رخنه کرد وسط بچه ها. من ثابت نشسته بودم بهش گفتم کس خارت کیرم هم نمیتونی بخوری. من اشرف مخلوقاتم. با ورزش مهیج کیری که در خدمت شما هستیم. یا سوچ ای وای دادم وای کجا خورد زد به نازنین تخمای غلام حسین دست به زمین میداد تای سر جاشه. ای وای عمو دیگه همه شد هر چی که داشت کنده شد. اوش نگاه چه کسیه. اوفی این کسه ها این کردن داره. میخوام تصاب بایزنه کنم. اوی بکنی با تصاب بکنی. چونو تو راه وای نستا وایسه پرش میکنم اینجا. اما چون تو پاره کنی
چی تو؟ کیرم تو هرچی سگه. اما من روانی آی محمد. کی تو کاسه همه؟ آی احمد. با چند تو کاسه همه؟ دیز من کو؟ بیا چی میخواد؟ دام بگاهی کو؟ میخوادم بدمه. بیم خواب خارس بگم. کجا میری؟ وای هوا بی مسقط میکنه. وای از قبولن شو من خوبش دیدم خانم محترم به خودت بیا. نه چه طرز برخورد با مسافره. کیرم تو کاسه خارس به خودت بیا. خاک کاسه رفتم چوب بامبا و خریدم همش چوب گرفتم داد. ای کاسکش اینو داد تاش که حداقل نکن خودت پاره بشی نما اذیت. قدیم میگن هر کی میتوسه پشتش جمع ترک میکنه. اما بلا نسبت نداره. بدبخت توسیدی گردن بگیر. اصلا حالا که تو شد تاسو ننش کسو. نه خودت کسو. 2 میلیون با مای 100,000 تومن داری ناف تهرونم خونه میخوای ها؟ یه دونه دارم زیر ناف تهرون سر برج میلاد پنت هاوس اوکازیون تهرانم زیر پته حروم زاده. اما شما ستلاشی کرونا ندارین؟ نرین همه رو بگاه. نه یعنی نه جناب صاحب. تا بده ببینم این کت کسچیرات کارت مارت چیه. ولی صورت داد میزن داره ها. نه این مادر زادی کیریه؟ آخه که فهمیدید داریم